همه چیز از الهه‌ای در اساطیر یونان به نام نایکه آغاز شد. نایکه الهه پیروزی بود، با بالهایی که او رو به سرعت به میدون نبرد می‌برد تا پیروزی رو به جنگجویان اعلام کنه. این الهه نماد سرعت، قدرت و پیروزی بود. مفاهیمی که به وضوح در لوگو و هویت برند نایکی نمایان میشن. شرکت نایکی با هدف تولید محصولاتی برای ورزشکارا نیاز به نمادی داشت که این مفاهیم رو به تصویر بکشه. کارولین دیویدسون یعنی طراح لوگوی نایکی بعد از شنیدن درخواست نایکی به سرعت به ایده‌ای دست یافت: حرکت و سرعت. اون تصمیم گرفت که یک خط منحنی ساده طراحی کنه که نمایانگر حرکت و جریان هوا باشه، همونطوری که بالهای الهه نایکه در اساطیر یونان توی آسمون به حرکت در میاد. این خط منحنی به نام سووش شناخته شد، صدایی که به هنگام عبور سریع چیزی از کنار شما شنیده میشه. این انتخاب هوشمندانه و مینیمالیستی روحی تازه به برند نایکی دمید.